حالا با خودتون فکر کردید اگه کایدو پاش به مارینفورد میرسید چه اتفاقی میافتاد؟ اصلا چرا شنکس اومد و جلوی رسیدن کایدو به مارینفورد رو گرفت؟ اودا همون اول داستان هم هدف کایدو و هم هدف شنکس رو بهمون توضیح داده بود، اما ما ازش غافل بودیم. با شناختی که از شخصیت کایدو تا قبل از آرک وانو داشتیم، اینجوری فکر میکردیم که شنکس به ایس و لوفی کمک کرده، اما باید بهتون بگم اصلا اینجوری نه. با چیزایی که همون از کایدو میدونیم اینطوری فکر میکردیم که اگه کایدو پاش به مارینفورد برسه، بابت ماجرای اودن با شیرویگی و ایس درگیر میشه، شیرویگی رو میکشه و تبدیل به قوی ترین یونکو میشه و اون جایزه بزرگی هم که دولت جهانی قرار بود بهش بده رو به دست میاره. اما باید بهتون بگم این نظریه کلا غلطه. اگه کایدو پاش به مارینفورد میرسید، برای نجات ایس حاضر بود تک تک افرادی که اونجا بودن رو از بین ببره. حالا از بریم سراغ ادامه ویدیو. توی کانالم ویدیوهایی راجع به انیمه‌های مختلف منتشر می‌کنم. ممنون میشم اگه به انیمه علاقه دارید منو ساب کنید و یه دونه کامنت هم برای بهتر شدن روند کانال برام بذارید. با این حساب شاید فکر کنید کایدو میرفت کمک همخدمتی قدیمی خودش داداشش ادوارد و میگفت ادوارد عزیزم به چه مشکلی برخوردی، بیام نجاتت بدم. همونطور که میدونید اعضای خدمات با هم دیگه رابطه دوستی نزدیکی داشتن. همونطوری که میوه شیطانی کایدو همچین میوه قدیمی بود، بیگ مام بهش هدیه داد. اما باید بهتون بگم خیر، وان پیس ناروتو نیست و اینجا خبری از دوستی و علاقه و اینا نیست. کایدو با نیوگیت نمی‌جنگید، اما نه به این خاطر که باهاش آشنا بود، بلکه به این خاطر که کایدو با همه بی‌رحمی که داشت به جوانمردی خیلی علاقه داشت و توی نبردهایی که انجام داد با جوانمردی کرد. همونطور که توی نبرد اون پیرزنی که حواس اودن رو پرت کرد توسط کایدو کشته شد. روی پشت بوم اونیگاشیما اون مغول CP0 وقتی حواس لوفی رو پرت کرد توسط کایدو کشته شد و کایدو بابت این اتفاق از لوفی عذرخواهی کرد. پس کایدو کسی بود که دنبال مردن بود، اما دنبال یه مرگ شرافتمندانه توی نبرد جوانمردان. همه اینا نشون میده که کایدو کسی نبود که بره سراغ ادوارد نیوگیتی که توی مارینفورد حتی نمیتونست از معمولی ترین نوع هاکی استفاده کنه و بخواد باهاش بجنگه. حواستون جالب باشه که قوی ترین یونکو توی نبرد مارینفورد از هیچ کدوم از نوع‌های هاکی نتونست استفاده کنه و بدون هاکی انقدر قوی بود. اما اودا بهمون دو دلیل نشون داد که کایدو اصلا حاضر نبود با نیوگیت بجنگه و ایسو بکشه. این دلیل اولش بود. بریم سراغ دلیل دوم که خیلی خیلی ریزتر و جالبتر. بعد بریم سراغ بک استوری کینگ، اونجایی که کینگ و کایدو با هم آشنا شدن و کینگ به کایدو راجع به جوی بوی گفت. همونطوری که دیدیم کایدو کینگ رو از توی زندان آزاد کرد و به همین دلیل کینگ فکر می‌کرد که کایدو همون جوی بویه. وقتی داستان کمی جلوتر رفت، کایدو و کینگ فهمیدن که کایدو جوی بوی نیست و یه دیالوگ خیلی جالبی داره. کایدو به کینگ میگه من جوی بوی نیستم، اما کسی که منو شکست بده قطعاً جوی بویه. کایدو بیشتر از هر کاراکتر دیگه توی دنیای وان پیس دنبال مرگ، همونطور که توی اینتروی دیدیم با خودکشی از جزیره آسمانی خودش رو به زمین کوبید اما بازم زنده. کایدو بیشتر از هر چیزی توی زندگیش دنبال فنا و نابودی بود و می‌خواست که خودش رو از بین ببره، اما حتی وقتی خودکشی هم می‌کرد کشته نمی‌شد. پس به جوی بوی به چشم یه منجی نگاه می‌کرد که وقتی بیاد کایدو رو از بین میبره و کایدو به هدف نهایی خودش میرسه. حالا ربط جوی بوی و ایس چیه؟ وقتی ایس توسط دولت جهانی دستگیر شد، خبری که دولت جهانی تو کل دنیا پخش کرد اینه که ایس مشت آتشین پسر پادشاه دزدان دریایی راجره و به همین دلیل باید اعدام بشه. این یه خبر بود که به گوش کایدو رسید. اما خبر دوم که خیلی جالب‌تره از دیالوگ‌های خیلی تعداد کم راجر میاد. دیالوگایی که کم بودن اما تمام سرنوشت وان پیس رو عوض کردن. به روی کشتی راجر، جایی که ریلی از راجر میپرسه پادشاه آینده دزدان دریایی چه کسی خواهد بود و راجر با خنده بهش میگه معلومه پسر من. اگه این دو خبر رو کنار هم بذاریم، کایدو متوجه میشه که ایس پسر راجره و قراره کسی باشه که تبدیل به جوی بوی بعدی بشه و همین دلیل باعث میشه کایدو به ایس به چشم یه منجی نگاه کنه که برای نجات دادن اون حاضر بود به تک تک افرادی که توی مارینفورد بودن حمله کنه و اونا رو از بین ببره تا منجی خودشو نجات بده. اما این وسط یه سوال دیگه پیش میاد، این که شنکس به کایدو چی گفتی که کایدو از نجات دادن ایس منصرف شده؟ و دوم اینه بتونم اگه شنکس عمدن ایس رو قربانی کرده باشه چی؟ کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی که راجع به هدف نهایی شنکس از دست ندید. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید.